دخترانه امروز دعوتم تو نیم ساعت بعد آماده شدم، تازه از حمام اومدم، موهام کاملا خیسه، قراره این خوشش کنم، کلیش هم بکنم. واقعا نمیدونم برسم یا نه، ولی بریم انجامش بدیم. اول موهام خوش میکنه، قبلش اسپری ضد حرارت میزنم، ماساژ چی پوستی شد. بریم سراغ شکم. قراره تو 10 دقیقه بعد کلیش کنم. یعنی همین طوری شلخته بالاخره میخوام کلیش کنم. دیگه زود اون سر برم سراغ میکاپ. از همه مهمتر اسکین کیر. اگه پوستتون هیدراته نباشه این شکلی اصلا میکاپ قشنگ نمیشه که هم یه ذره کانسیلر می‌ریزم. خیلی کم اصلا دلم میخواد میکاپم چشم بزنم. حالا یه عالمه بلاش صورتی که خیلی وایب تابستونی بده. بعدم روی بینی سانکیس بشم. یه میکاپ صورتی دخترونه شیک مخصوص تابستون. اونم بدون هیچ کرم پودری خاطرات بشم. خب اینم از لباسم خیلی دوست داشتم، خیلی وایب تابستونه داره. من کلا عاشق این سطح لباسم. اینم از پوشش که خیلی کیوته. چلی موهام با روغن باز میکنم و تمام تا ویدیو بعد میبینم چون